السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همجران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجایی که باشین صحت و سلامت باشید. همه شما رو دوست می‌دارم. امیدوارم که پروردگار مهر و محبت برادری در دل هر یکی ما و شما جای کند که ما و شما بتوانیم یکدیگر رو دوست بداریم، با یکدیگر مهر کنیم و از یکدیگر حرفای خوبی بزنیم و همیشه در کنار یکدیگر باقی بمانیم و هیچ وقت خیانت را در حق یکدیگر روا نبینیم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، شما رو به برنامه قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم. من عبیدالله سیدی هستم و کوشش میکنم که طول یک ساعت اخیر ان شاءالله در این برنامه پیرامون موضوعی که انتخاب کردم به شما صحبت کنم و در خدمت شما قرار بگیرم. همچنین هموطنان عزیز، همونطور که شما میدونید در هفته گذشته بسیار واقعه‌های زیاد رخ داد که از این واقعه‌ها ما امروز در برنامه صحبت خواهیم کرد. یک از واقعه‌هایی که امروز ما صحبت میکنیم در گذشته زارا یا که عزت الله شریفوف است اگر اشتباه نکنم، گنرالی توجیک. خب زورا یا که گنرال شریف زاده. حالا موضوع این صحبت میکنیم عزت الله شریف زاده در این موضوع صحبت میکنیم. موضوع دیگه که ما صحبت میکنیم موضوع مهاجرات مهنتی است که واقعا در فدراسیون روسیه وضعیت مهاجران مهنتی تنگتر شده است و از سبب گذشتن سرحدها زیادی اشخاصی که در فدراسیون روسیه قرار داشتن و فکر میکردن که به سرحد گذشتن میتونن دیونباره به روسیه برگردن و کار و زندگی خود را ادامه بدهند، ولی این مشکلات به میان اومد که این دیگر از این پس کار نمیکند و باید که یک انسان کدوم چارچوب‌های را رعایت کند که میتواند اسنادهای خود را تمدید کند. و علاوه بر این در همین موضوع ما در موضوع مهاجران مهنتی که از زندان به جنگ برده میشوند یا که از مابین مردم ورباف که یا که مغزشویی کرده به جنگ برده میشوند که دیگر هم صحبت خواهیم کرد و بعد برمیگردیم به مسئله آخری که بسیار موضوع مهمی برنامه خواهد بود، مسئله یعنی سفر پرزیدنت های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان به کشوری امریکا و در این مورد صحبت خواهیم کرد چون واکنش‌های زیادی صورت گرفت از جانب تشکیلات‌های حقوقی بشر، سازمان‌های مخالف و در این مورد یک صحبت کوتاهی خواهیم کرد و کوشش می‌کنیم که بسیار تحلیل خوبی داشته باشیم در این موضوع تا تمام پهلوهایش را از هر طرف بررسی و تحلیل کنیم. بار دیگر شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم و امیدوارم که این برنامه را دستگیری میکنید، لایک بیشتر میزنید و نظریات خود رو در کامنت‌های بیشتر مینویسید بتونیم که ما با هم بیشتر نظریات بنویسیم، بیشتر لایک بزنیم که برنامه بیننده بیشتر بگیرد. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، موضوع اولی ما موضوع زورا است. زورا یکی از زندانبانای تاجیکستان که بسیار مشهور بود با این لقب زورا، یعنی کسی که اسمش حتی در چهره مردم یعنی در فکر اخلاق مردم اصلا موجود نبود، فقط با اون کلیشه‌ای که او را صدا می‌زدن زورا در تاجیکستان معروف بود و شناخته میشد. چرا زورا را بیشتر مردم میشناختند و چرا او تا عین حال وقتی که زورا میگویند یک وحشت در دل مردم تاجیکستان جوری کرده میشود؟ چون عزت الله شریف زاده که به لقب زورا شناخته میشود یکی از معروف ترین زندانبان‌های تاجیکستان که ایمپریایی زندانبانان تاجیکستان هم معرفی کرده میشد، گاه وقتی اسم گذاشته میشد که او یک ایمپریای زندانبانان تاجیکستان رو ساخته است که تمام زندان‌ها را در تاجیکستان کنترل میکند. و ما میدونیم که در دوران زورا که زندان‌های تاجیکستان رو نگاه بین میکرد، او مسئول زندانبان ها بود. ما چندین مشکلات های عمیقی در داخل زندان داریم که لطوکوب، شکنجه، قتل، کشتار و تمامی از بین بردن، نابودشوی و زهرآلود شدن زندانیان، تمامی مسئله هایی که در داخل زندان رخ داده است تقریبا 99% در حالت مسئولیت بودنی همین شخص صورت گرفته است و از جمله دهشت افغان بودنی شکنجه هایی که این نفر در زندان ها جاری میبیند و این رو بسیار وحشتناک میگویند که وقتی که در زندانی که زورا زندان هایی را که زورا کنترل میکرد در اون زندان ها اصلا انسان رو همچون یک انسان بازپرسی نمیکردن. وقتی هر انسانی که به زندان
روبرو میگشت و به سزا می اومد میرسید، اون مهم نبود که گناهگار هست یا کی نیست، او رو همچنان شکنجه میکردن که اصلا اسم خودش رو فراموش میکرد و حتی مرده لنین رو با همون متد تاجیکی زیادی که ما داریم مرده لنین رو به عهده میگیریم و بیشتری از زندانهای امروزه تاجیکستان بر اثر شکنجه همی بیگناه پشت پنجره هستند. بیایید از رادیوی آزیا پیروس کمی معلومات بیشتر رو در مورد همین شخصیت بخونیم. اگر البته ما میدونیم که رادیو آزیا پیروس کم کم انتقادی مینویسد ولی بیشتر حرفای تعریفی است که از جانب مقامات، چون ما میدونیم در داخل تاجیکستان است و ترس و وحشت دارد و نمیخواهد که چیش بسته شود، یا شاید امکان دارد که این باعث میگردد که بعضی از واقعیت ها را نمینویسد. ولی به هر حال بیاید این معلومات را از سامانه رادیوی آزیا پیروس به زبان تاجیکی چیکار کنیم با هم بخونیم. خب این مطلبی است که در رادیوی آزیا پیروس نشر شده است، همونطوری که شما در روی اکران خود میبینید این آزیا پیروس است. خب گنرال پالکونیک عزت‌الله شریفزاده معروف به لقب زورو که در وظیفه سردار ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه و راهبر زندان‌های تاجیکستان میان مردم شناخته شده بود، دیروز 23 نوامبر در 72 سالگی درگذشت، یعنی به جهنم رفت. او جنازه او امروز در زادگاهش محله پوشین ناحیه دنغره خوانده می شود. یعنی اینم از همون غیر تاجیکوی دنغره است که متاسفانه سالها از سبب بدبینی ملت، از سبب بدبینی مردم تاجیک بارها به مردم تاجیکستان شکار کرده است، ظلم کرده است و 99% تاجیکستان میداند که در سر قدرت امروز ملت تاجیک حکمرانی نمی کند و از جمله زورو از چهرهش و از چیش مشخص معین بود که هیچ وقت تاجیک نبود. ما زمان جنگ شهروندی میدونیم که در جنگ شهروندی اکثری کسانی که به ناحیه‌های دوردست تاجیکستان میرفتن و در اونجا مولا و عالم و دانشمند میکشتن، اینها کیها بودن؟ تاجیک نبودن، کسانی بودن که از ملت‌های دیگر مغزشویی کرده میشدن و در مقابل تاجیکستان از توسط ازبکستان چیکار کرده میشد؟ مانده شده و مردم ما رو میکشتن. و حالا نیست همین گونه اشخاص در سر قدرت بعضی‌هایشون باقی موندن. زورو یک از همین شخصیت هاست. حالا بیا دومی مطلب را بخونیم. سبب مرگ عزت‌الله شریفزاده معلوم نیست ولی خبری فوت او و واکنش‌های زیادی در پی داشت. اکثر از او چون یک جنرال حقیقی و برای پایداری ثبات و آسایش کشور خدمت کرده یاد میکنند، اما در برابر این تعداد هم از او چون یک زندانبانی بی‌ترحم انتقاد میکنند. واقعا بی‌ترحم بود، به هیچ کس به هیچ رحم نداشت. خود مرحوم چند سال قبل وقتی از کرسی راهبری زندان‌های تاجیکستان برکنار شد اعتراف کرده بود که بله من سختگیرم، به جنایت و جنایتکار بی‌ترحمم، اما خدا شاهد است که به کسی دیده و دانسته ظلم نکردم و عدالت برای من ارزش والا است. خب کدام عدالت ارزش والا است؟ در حالی میگوید که من واقعا بی‌ترحمم. امروز شکنجه کردن، قتل کردن مردم در داخل زندان‌های تاجیکستان، سالها با این بهانه با اون بهانه در داخل تاجیکستان مردم رو قتل میکردید و هر روز یک نفر رو میکشتید و هر روز مرده یک نفر رو میبردن. این مگر ترحم است؟ هزار روزنامه‌نگار در زندان است، مگر این ترحم است؟ هزارها اعضای سازمان جوانان برای تاجیکستان، گروه 24، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هزارها امروز در زندان خوابند و شما اونا رو برده زندان کردید. وقتی که رحمت جان محمد جان اعضای گروه 24 از داخل زندان زنگ زد، گفت که اونها همون قدر فشار به من آوردن که گفتم مرا لطوکوب نکنید، هر ماده را نسبتی من میزنید مرا برات ماده بزنید ولی لطوکوب نکنید. بردن یک جوانی را که هیچ گناه نداشت به 20 سال زندان محکوم کردن. آخه شما زندان بان بودید اون زمان. شما ببینید که اینها بدون جزای ملت رفتن. خب پروردگار جزایشان را میدهد، ولی با سکته قلب از دنیا گذشت و امروز در نزد پروردگار جواب میگوید. اما من و تو امروز باید پاسخگو باشیم که چرا نتوانستیم این گونه ظالمان رو در دنیا جزا بدهیم. این سوالی است که هر یکی ما و شما باید برای خودمون انجام بدیم که چرا ظالمانی مثل زورو از مرگ طبیعی میروند ولی من و تو
من و توی مسلمانه که تو امروز از جانب همین بدبختان ظلم شدیم خاموشی را اختیار کردیم و حرفی نمیزنیم و این ظالمان رو چکار نمیکنیم؟ جزا نمیدهیم. این باعث اینه که هر یک کدیم ماست. او آن وقت گفته بود که ده ها جنایتکاری که وقت در وظیفه سردار ریاست وزارت امورهای داخلی کار کردن بازداشت کرده بود، بعدا وقتی در کرسی راهبری زندانی های تاجیکستان کار کرد نگاهبین کرده است. ضمن این صحبت که بعدی نشر یک مطلب انتقادی و خواست شریفزاده اتفاق افتاد، او همچنان اعتراف کرد که در نظام زندانی های کشور کمبودی زیاد است که باید برطرف شود و مهمترین آن تعداد زیاد زندانیان و نوسازی نشدن زندان ها است. ببین خود همین انسان میگوید که امروز در زندان های تاجیکستان تعدادی مجرمان آنقدر زیادند که زندان های تاجیکستان کمند و با اونها جا نمیرسد. باید ما این زندان ها رو چکار کنیم؟ بیشتر زندان بسازیم و نخود در یک تاجیکستان 10 میلیونه اینقدر مجرم وجود داشته باشد که دیگر زندان جا پیدا نکند. در کشور شویتسیا تقریبا مجرم وجود نداره، تقریبا زندان ندارن، کمپای باز پوشیده دارن، بازبسته دارن که چندی از جنایتکارا رو در اونجا نگه میدارن. ولی چرا باید در تاجیکستانی که همه مسلمان و تاجیک و تاجیکستانیان باید زندانی بیشتر ساخته شود و مردم رو با این و او بهانه برده و زندان کرده شود؟ تو سلفی، تو وهابی، تو شیعه، نمیفهم تو فلان و بسمدان. از ارزش والای وطنداری که شهروند ارزش این کشور است فراموش کردن. اما در برابر این او تاکید کرده بود که زندان‌های تاجیکستان آرام و امنند و آنهایی که شکایت دارند نه از شرایط زندان بلکه حکم‌های نسبتی سرداری حکم‌هایی که صادر شده راضی نیستند. البته نه از این راضی نه از او. میبرید در دادگاه مثل گوسود کرده 23 سال یک انسان رو یا که نمیفهم عمر برباد زندان میکنید و باز میاد در زندان ها ظلم و ستم رو برایشان روا میبینید و میگید که نه اونو از این نه از او شکایت دارن و او جمعه نه میگه از زندان شکایت دارن. خب همه در یک جا میمیزید دیگه، همه تون از یک جا میخورید، از یک جا فرمان میگیرید. و اون وقت گفتنی های زیاد داشت و قسمی آن را هم گفت اما نخواست نشر شود. وعده کرد که زمان دیگر حتما مفصل صحبت میکند و به همه سوالها پاسخ میدهد، اما متاسفانه این قول خود رو به خود برد. یعنی وعده داده بود است و حرفای زیاد پشت پرده زده بود است و ادعا کرده است که حتما این حرفا رو میزنم، ولی به جهنم رفت و از این حرفا شکر کرد، با خودش به هم جهنم رو برد و پروردگار برای حرفاش در جهنم جواب میگیرد انشالله و برای این جزاش میتید انشالله. عزت الله شریفزاده در محبس های تاجیکستان آشوب نمیشود. سال 2011 ضمن بازدید و محبوس های کشور عزت الله شریفزاده به ژورنالیستان گفته بود که در زندان های تاجیکستان ترتیب نظام جاری است، خدا خواهد در ما آشوب نمیشود. اما پس از 7 سال آشوب در محبوس خوجند باعث از ضعف برکنار شدن او گردید. سال 2018 عزت الله شریفزاده از وظیفه سردار ریاست اجرایی جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان که نزدیک به 12 سال عمر را راهبری نمود برکنار شد و به جای او منصور عمرو همکنون سابق معاون اول ریاست کمیته دولت امنیتی ملی تعیین گردید. ژنرال پالکون عزت الله شریفزاده از نفران مهم در حکومت تاجیکستان به حساب می‌رود که هر عمل و سخن او برای جامعه کشور قابل توجه بود. یعنی شما ببینید در یک وظیفه 12 سال وجود داشته است و 12 سال بالای مردم ظلم کرده است و گفته است در زندان ما بسیار امن و آرامی است که یگان آشوب صورت نمیگیرد. ولی سال 2018 هم شما هم طوری که دیدید در خوجند چه آشوب سر زد. در خصوص عزت الله شریفزاده معلومات زیادی رسمی دسترس نیست، اما بعضی از نفرانی که او را میشناسند میگویند که او دانشگاه پلی‌تکنیک تاجیکستان و بعداً
فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. بعداً به سیستم سیاست اجرایی جزای جنایتی به کار آمده است. تقریباً 15 سال در اینجا فعالیت نموده. سالهای 1997 تا 2005 در وظیفه سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه کار کرده است. یک مدت کوتاه همچنین سردار خدمات آتشفشانی وزارت کارهای داخلی نیز فعالیت نموده است. شما ببینید دوستان و هموطنان عزیز، این نفر معلومات درباره جای تحصیلش وجود ندارد. از چند جاهای میگن که شاید امکان دارد که در دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان و بعدا فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کردگی است و اما دقیقاً معلوم نیست که آیا همین انسان یک دزد بود، راهزن بود، چی پشت داشت، در کجا بود، در جای تولدش کسی ای رو میشناسد، کیهای معلوماتی نسبتی دارن. وقتی یک انسان رو یک وظیفه میتین وزیرش تعیین میکنن، این انسان باید تمام داراییش، قولش، نمیفهمم شخصیتش، جای تحصیلش، از کجا پشت پر، همه چیز باید نشر شود و مردم باید بدانند که وزیرشون کیست. و شما میبینید که یک دزد و جنایتکار رو میارن در تاجیکستان وظیفه میتین و او هر کاری میخواد نسبت این ملت انجام میدهد و ما و شما باز میایم چیکار میکنیم؟ در رسانه ها بعضی حالت از اونها چیکار میکنیم؟ تعریف و توصیف میکنیم. دومی مطلب رو میخونم. محض زمان فعالیت در مقام سردار میلیسه شهر دوشنبه عزتالله شریفزاده از خود همچون یک نفر با قطعیت و سختگیر درک میدهد. واسطه‌های اخبار عامه از مبارزه به امان او با جنایتکار و جنایتکاری اشدی مینویسند. آن زمان از بازداشتی جنایتکاران شناخته دست میزد که این کار نام عزتالله شریفزاده را برای ژورنالیستان و جامعه آشنا میساخت. بعدا به مقام سردار ریاست اجرایی جزای جنایتی وزارت عدلیه تعیین می شود و طور خود او در یک ملاقاتش با روزنامه‌نگاران ابراز داشته بود اکثر نفران بازداشت شده را زیر دست او مهلت جزایش را سپری کردند. چرا زورا؟ شخصانی که فعالیت کار عزتالله شریفزاده را آگاه هستند میگویند که قبل از سردار میلیسه شهر دوشنبه تعیین شدنش او به تخلص زورا داده شده بود، اما زمان فعالیت در کرسی سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با او چون زورا مشهور گردید. امروز دیگر جای پنهان کردنی نیست که جنرال پلکان عزتالله شریفزاده را جامعه تاجیکستان به تخلص زورا بیشتر میشناسند. میگویند که جناب جنرال بیشتر به سرپوشی سیاحی گشت و گذار میکرد که و سرپوش قهرمانی فیلم زورا شبیه بود. قهرمان این فیلم هم با جنایتکاری مبارزه می بود. از این سبب به عزتالله شریفزاده نام زورا را نسبت دادند. در همان ملاقات با روزنامه‌نگاران او به تبسم گفت که از این تخلصش آگاه است. خب دوستان گرامی، همونطور که شما میبینید این جنایتکار، این کسی که سالها مردم تاجیک و ملت تاجیک را ظلم کرده است و ملت تاجیک را به قتل رسانده است، باز هم در بعض جایها با او یک لقبی رو میتیند که او با اساس اون چیزی که بسیار با مردم خدمت میکرد و شبا یک مسکن میبست مثل فلان و فلان ها که اونها با ضد جنایتکاران مبارزه میبردن و اسمش از اونجا، لقبش از اونجا زورا شد و بر اساس او زوراش مینامند. در حالی که یک از دوستان ما در سال 2015 او 16 از زندان آزاد شد، ولی 2015 اون نفر از زندان آزاد شد، در زندان بود، در زندان موقتی، جایی که بازپرسی میکنند و در اونجا رهبر سازمان جوانان مقصود ابراهیموف نیز وجود داشت. اون نفر به من قصه کرد، گفت که زمانی که من در همین محبس قرار داشتم نواری رو به من نشان دادن که در اون نوار مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان کاملا زیر شکنجه‌ای که اصلا چهره شناخته نمیشود، کاملا شناخته نمیشود، اثبات یعنی میگوید که فلان نفر با ما بود، یعنی تصدیق میکند که گویا من با همین سازمان بودم و میگوید که من گفتم که او زیر فشار است، اون قدر شما او را زدید، حرف او دلیل بوده نمیتواند. برای همین اینها 2015 سردار ریاست همون زندان ها همین نفر بود، این همین زورا چنان لطکوب کردن که اصلا به زبان آورده نمی شود. یکی از دوستای دیگری که این حال در
آزادی است، عبدالخلیل واصیف، اون نفر در یک از صحبتاش به من گفت که من قطعی مقصود ابراهیموف در یک حجره بودم. گفت تو اون درجه لط کوبش کردن که مقصود ابراهیموف حمله صورت نسبت حمله صورت گرفته بود در فدراسیون روسیه در ماه نوامبر، به نظر اکتبر بود اگر اشتباه نکنم. یعنی 3 ماه بعد او را زندان کردن. همون قدر ضربش کردن که همون زخم های کرده که در بدنش بود میگه همون زخم ها باز شده بودن. یعنی کوکه های زخمی که در روسیه نسبتش صورت گرفته بود همه اونها باز شده بودن. حتی یک ایزالنته که سبز میکند از همون را براش ندادن که در همون جاهای دردیش بشکد. همون کوکه ها باز با همون جراحی میبردن، باز شکنجه میکردن میوردن. تمام این شکنجه ها زیر ظلمی همین شخص، همین بدبخت، همین جنایتکار زور و صورت گرفته است. همین بدبختی که پروردگار جزایش رو 100 برابر بیشتر و بیشتر کند. این همین بدبخت بود که اینقدر ظلم رو نسبت این برادران روا دید. ولی اگر دوستان بازم معلومات بیشتری داشته باشند میتونن برای نسبت ظلم و ستم همین شخص بزنن. اما اون چیزی را که ما دقیقاً معلومات داریم، این شخص یکی از بزرگترین جنایتکاران حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف است که نسبت مردم تاجیک مخصوصا ملت تاجیک بدبینی زیادی داشت که همیشه هر کسی که ملتش تاجیک بود او را ظلم و ستمی بیشتر میکرد و به خاطر ارباب خود ازبکستان و امالی رحمانوف به ملت تاجیک ظلم میکرد. حالا دیگر دوام صحبت‌هایی را ما نمیخوانیم، بگذار بمونیم به یک روز دیگر. اما فقط دعا میکنیم که دوستان در نظریات در کامنتاریا دعای بیشتر کنید نسبتی همین شخصی بدبخت که پروردگار از هر یک جنایت کرده است نسبت مردم تاجیکستان، هر یک ظلم را روا دیده است، 100 برابر بالاتر از این پرسان شود، جواب بیشتر از این بخواهد و این را بیشتر و بیشتر اذیت کند. یک دعای از پروردگار در نمازاتون دعا کنید که پروردگار هر یک اینا را پشت یک دیگر ببرد و در روز جزا از هر کاری که نسبت این مردم نسبت این کشور انجام دادن 100 مرتبه بالاتر بپرسند و 100 مرتبه بیشتر جزاشون بدهند. این بود موضوع اولی که دوستان گرامی و هموطنان عزیز ما در موردش صحبت کردیم. در مورد زندانیان ما زیاد میتونیم صحبت کنیم، بسیار میتونیم صحبت کنیم و هر روز از ظلم زندانیان ما میتونیم بیشتر بگیم. ما هر روز میبینیم که ظلم در زندان هنوز ادامه دارد، زارو آخران نقطه نیست. منصور عمروف، حالا کسی که امروز زندانهای تاجیکستان را ریاست میکند، اون نفر نیز به ظلم و ستمی که زارو ایمپریاش رو گذاشت و ادامه داده ایستاده است. همین چند روز پیش از روزنامه‌نگار مشهور کشور عبدالستار پیر محمدزاده اخبار رسید که اون نفر باید جراحی میشد در زندان و بسیار تلخش ضربه سخت دیده بود و امکان دارد که در حالت مرگ قرار بگیرد و باید جراحی کرده شود. و ما دیدیم که اخبار جدید نشر شد که نه تنها او را جراحی نکردن، دوباره به زندان انتقالش دادن. حتی نماندن که در همون بیمارستان داخل زندان نیز چیکار کند، تداوی بگیرد. برگردانیدن بردن به همون جای سردی و خنوکیه که باز هم دردش بیشتر شود و در اونجا به هلاکت برسد. در دوامی ریاست این منصور عمروف، این بدبخت، در همین چند سال اخیر ما دقیقاً میدونیم که زیاده از 5-6 فقط مخالف از دنیا درگذشت، از بدخشانیات و نهضتی ها. حالا دیگرایش رو ما حساب نمیکنیم که 1000 نفر دیگر میتواند درگذشته باشد. در بازداشتگاه موقتی همین نوع یک نفر دیگر که از آلمان بازگشته بود را به قتل رسانیدن. ما از جنایت ها میتونیم بشینیم ساعت ها حرف بزنیم، خاتمه نمییابد از جنایت های امالی رحمان و منصبدارای او.
هر کدومش میآید نسبت این مردم، نسبت این کشور، نسبت مردم تاجیک بدبینی دارد. وگرنه چی نیاز است که مردم رو اینقدر ظلم کرد؟ امروز هزارها متد و روشی هست که میشود بازپرسی کرد. چرا در دولت‌های خارجی امروز از روش‌های گوناگون، از روش‌های روحی، از تکنولوژی جدید استفاده میکنن برای بازپرسی و از اون نفری که جنایتکار است پاسخ میگیرن و جنایتکار را میبرن، اون طریق قدر زندانش میکنن بدون شکنجه؟ و چرا باید در تاجیکستان به مردم ظلم کرده شود؟ چرا باید ما مردم رو علم نآموزیم، دانشمندای قوی نداشته باشیم که از صحبت کردن و از چهره او دیدن، از روش و اخلاق او دیدن بفهمد که این جنایتکار است یا کی نیست؟ امروز در اروپا بیشتر جنایتکاران رو از همین ساحه میشناسن. چرا باید ما نریم در این ساحه پیشرفت نکنیم؟ با این حکومت دیکتاتوری امومالی رحمانوف که بدبینی نسبت مردم تاجیک دارد، هیچ وقت منتظری آینده اینه که ما بتوانیم یک جنایتکار معین کنیم نخواهیم بود، بلکه بیگناه ها را میبریم زندان میکنیم، بعد جنایتکار وظیفه میتیم و در بالا میشنونیم. این مشکلاتی مردم ما است، این مشکلاتی کشور ما است که ما از جنایتکار امروز شخصیت ساختیم، آبرومند کردیم، وظیفه دادیم و رئیس کردیم، ولی خادمین این سرزمین را، وطن دوستداران این سرزمین را، شایسته سالها را چکار کردیم؟ بردیم زندان کردیم. هزارها فرزندی با قوت، با علم، دانشمند و قوی کشور امروز در داخل زندان هستند. زید سعید و عمر برباد زندان است. سهراب ظفر 30 سال زندان است. بزرگمر یرو 29 سال زندان است. شاکرجان حکیموف 18 سال زندان است. دکتر علوم سیاسی است، پروفسور است، امروز در زندان است. به خدا قسم اگر ما اهمیت ندیم، هر روز وظیفه میدیم به این همین جنایتکارا، به این همین کثیفا، به همین کسانی که نسبت ما هر روز ظلم میکنن. مادرت را میبرن زندان میکنن، خواهرت میبرن زندان میکنن، برادرت، پدرت، خودت، اولادت میبرن نشونن، میبرن زندان میکنن و ظلم و ستم میکنن. حرف زدن نمیتونی. به خدا قسم اگر بر نخزد، اگر ناموس نکند، مطمئن باشید که در تاجیکستان هیچ شایسته، هیچ دانشمند، هیچ وطن دوست، هیچ مهرپرور وظیفه نمیگیرد، به او وظیفه نمیدهند دیگر، بلکه وظیفه دست جنایتکار، وظیفه دست دوست، وظیفه دست فسادکار، وظیفه دست کسی که به ملت بدبینی دارد داده می شود. شما از همین وظیفه دارانی که این عین حال هستند یکیش رو بگوید که وطن دوست است، ملت دوست است و در بین مردم هر روز میآید به مردم خدمت میکند. یک خانومی را گذاشتن که مردم در فیسبوک بود، با مردم صحبت میکرد، شیرین قناعت زاده بود، نمیفهمم چی بود، وزیر مهنت و شغل اهالیش کردن. همون انسان 4 مراتبه رفت با بزرگان ها، با خانمای مردکاری که در بازار هستن، 4 مراتبه ملاقات کرد و حکومت دیکتاتوری امومالی رحمان رو در کوتاه‌ترین فرصت رو از وظیفه گرفت که نام وزیر رو پس میکند، میرود با یک مردکار ملاقات میکند، وگرنه اون نفر جنایت‌های زیادی هم کرده است، از جمله هزارها پول گرفته است برای کسانی که به انگلیس کار میآیند. اما خدمت کوتاهی که در مابین مردم بود میرفت در فیسبوک در سوالهای مردم پاسخ میداد، کوتاه‌ترین فرصت نسبت وزارت حرف میشد واکنش میکرد. ما با چنین وزیرها حد امکان این قدم دزدی کنه ولی پاسخگوی کارش باشن نیاز داره، ولی چیکارش کردن؟ در کوتاه‌ترین فرصت از وزارت گرفتنش، از تمام وظیفه‌ها بیرونش کرد. برای همین در حکومتی که بدبینی نسبت مردم هست، بدبینی نسبت تاجیک‌ها هست، هیچ گونه مطمئن نباشد که او آینده برای شما دگرگونی میارد. هیچ وقت این چنین انتظار نداشته باشید، این امکان ندارد. برای همین ما باید بربخیزیم و با هم اتحاد بشیم و کسی که توانایی جنگیدن دارد
مبارزه بردن دارد، فیزیکی باید براید و بگوید برادر من آماده هستم که یکی از همین بدبخت‌ها را جزا بدیم. برای چی خدمت حربی کردید؟ برای چی همین منصور عمرов هزارها جنایت نسبت مردم کرده است، چرا باید به جوابگری کشیده نشود؟ چرا باید یک نفری که خدمت کرده است باید همین را به جوابگری نکشد، همین را جزا ندهد؟ آخه شما آماده برید در نمیفهمم کراکو سیتی، در ایران، در آلمان، در امریکا، نمیفهمم در هر جا ترک بکنید کو؟ آخه ملت خودتون رو هر روز میکشن، چرا نمیتوانید یک نفر رو جزا بدید؟ یک بدبخت رو جزا بدید، یک بدبختی که بالای ملتیت، بالای دینیت ظلم میکنه هر روز. باز ما میگفتیم که ناموس دینی کجا شد؟ اگر ناموس دینی میبود، دیندارایی که تا امروز وجود داشتن زندان شدن از ناموس اینا دفاع کرده میشد. ناموس دینداری که خلاص کو دیگر در تاجیکستان تقریبا وجود ندارد. حالا ناموس ملی گرایی ده کجاست؟ ارزش های ملی این همین مردم، ارزش ملی همین کشورن، ارزش های ملی گراها کجا شده دیگر؟ شما منتظر که دیندارها دوباره ناموس رو برقرار میکنن، میان دفاع میکنن؟ حالا ما هممون در یک کشتی هستیم که او در دست 4 تا دزد است و ما را هر روز دارش کار میکند، یک جوش سوراخ میکند، یک نفر ما را میپرداید بیرون. آخه بر بخیزید دیگر. حالا بیاید ببینیم وقتی که ما خاموشی را اختیار میکنیم، ببینید چه اتفاق میافتد با ما. این جوان همونطور که شما میبینید، این بسیار یک جوان نازنین در زندان، در روسیه زندان بود. حالا سبب های زندانش رو در آخر میخونیم. یاقنی جسدی باز یک شهروند تاجیکستان که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 3 نوامبر در زادگاهش ناحیه دوشیج ولایت سوق دفن کردند. عبداللطیف ایوبوف 27 سال داشت، به قول پیوندانش در روسیه زندانی بود. عبدالمومن ایوبوف پدر عبدالمطلب روز 4 نوامبر در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که اطلاعی گرفت که آنها پسرش 24 اکتبر در دهه ولایت دونیتسک اوکراین به هلاکت رسیده است. و افزود پسرش 8 سال پیش به نیت کار به شهر مسکو رفت و آنها کمک میکرد، اما 3 سال پیش بعد یک ثانیه‌های نقلیاتی به اشتراک او که در نتیجه یک شهروند روسیه فوتیده است زندانی شده است. از زمان حبس گرفتن تماس نگرفته بود، گفت عبدالمومن ایوبوف. یعنی در اساس یک صدمه همین شهروند، همین پسر به زندان رفته بود. امکش عبدالرشید ایوبوف میگوید که مخامات روسیه برادرزاده‌اش رو در زندان شهر نوسیبیرسک جایگاه کرده بودند و بار آخر تقریبا 2 سال پیش او رو دیده است. با تأکید امکش پیوندانش چگونه به جنگ فرستاده شدن عبدالمطلب ایوبوف رو نمیدانند، اما مقامات روسیه در ورقی نوشتند که اختیاری رفت. این سند همراه تابوت عبدالمطلب از روسیه به تاجیکستان آورده شده است. پیوندانش عزمی به جای شکایت کردن رو ندارند. بیایید این رو از رادیوی آزادی با هم تماشا میکنیم. جسد عبدالمطلب ایوبوف را پیوندانش روز دوشنبه 3 نوامبر در زادگاهش دهه بسمانده ناحیه دوشیج دفن کردند. پدرش عبدالمومن ایوبوف و عمکش عبدالرشید ایوبوف در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که تابوت او را از فرودگاه دوشنبه گرفتند. بعدا اطلاع یافتند که او در یک دهه دونیتسک روز 24 اکتبر به هلاکت رسیده است. دونیتسک تا آغاز جنگ روسیه یک منطقه جمهوری اوکراین بود. عبدالمومن ایوبوف میگوید پسرش 8 سال پیش با نیت کار به شهر مسکو فدراسیون روسیه رفته بود و تا زمان زندان شدنش به آنها کمک میکرد. بعد یک سانحه نقلیاتی با اشتراک او که بر اثرش یک شهروند روسیه فوتیده است، 3 سال پیش زندان شده است. از زمان حبس گردیدنش
با پدرش تماس نگرفته است. امکش عبدالرشید ایوبوف میگوید جنش را از مسکو به زندان شهر نووسیبیرسک انتقال دادند و آنجا بار آخر تقریبا 2 سال پیش با دادارش واخورده است. با تاکید امکش پیوندانش چگونه به جنگ فرستاده شدن عبدالمطلب ایوبوف را نمیدانند، ولی در سند رسمی که همراه تابوتش آوردند نوشته شده است که اختیاراً بر ضد اوکراین از جانب روسیه مبارزه مسلحانه برده است. با این حال پیوندانش عزمی به جای شکایت کردن را ندارند. عبدالمطلب ایوبوف 27 سال داشته و هنوز عائله‌دار نشده است. از روی عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشته است ورزشکار نیز بوده است. ساکنان دهه بسمانده میگن این بار اول است که زاده این منطقه را از جنگ اوکراین می‌آورد. از اشتراک دیگر همدهگانشان در جنگ اطلاع ندارند. ولی در دیگر منطقه‌های تاجیکستان حداقل ماه از یک جنازه کشته شدگان جنگ روسیه با اوکراین به رادیو آزادی اطلاع می‌رسد. ولی یگان آمار رسمی از جانب نهادهای دولتی ارائه نمی‌گردد که چقدر شهروندان تاجیکستان در آن مناقشه شرکت می‌ورزند. طرح دولتی زیستان می‌خواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارد. همین طرح در ماه سپتامبر رویخط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریباً 100 شهروند تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می‌کند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت‌دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. فرزان محمدی. همونطور که شما دوستان گرامی و هموطنان عزیز دیدید، یعنی طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هر کسی که در جنگ‌های خارجی اشتراک می‌کند به جوابگاری کشیده می‌شود. زیاده از 6000 تاجیک به جنگ سوریه رفت در سال 2012 تا 16. زیاده از 6000 هر کس دمی او را نسبت پرونده جنایی باز کردن و او را زندان کردن. ولی در مدت 3.5 سال زیاده از 10,000 شهروند تاجیکستان که ده شهروندی دارد و یا حالا شهروند تاجیکستان تنها در جنگ روسیه با علیه اوکراین می جنگد. شاید از 1700-800 نفرش الان هلاک شده باشند و چند نفر دیگه هم الان در اونجا هستند. بیشتر اینها زندانیا هستند و یا اینکه کسانی که شهروند روسیه دارند. نسبت یگان کسی همینو پرونده جنایی باز نکردن. این به معنای چی است؟ چرا قانون اساسی ما نسبت یک دولت دیگر کار میکند ولی نسبت یک جای دیگر کار نمیکند؟ چرا باید تاجیک وقتی در یک جای دیگر کشته میشود نسبت یا که رفته جنگ نسبت پرونده باز میکنند در روسیه از جانب روسیه می جنگ نسبت پرونده باز نکنند؟ این خودش نشانی چی را میدهد؟ نبودن استقلال کامل و وابسته بودنی خود همین دیکتاتور ایمانی رحمان بازون از روسیه. یعنی عاقبتی سری راه نگرفتن جنایتکاران رو در سر قدرت موندن وظیفه دادن، عاقبت میایم به اون جایی میرسیم که فرزندان من رو تو میروند در روسیه استفاده میشوند، میبرند، میکشند، میورن مرداشا میپرتوین. این تنها یک خانواده نیست، هر روز همین گونه ادامه میواد. هر روز یک قانون جدید قبول میکنن و هر روز نسبت من رو تو پرونده نو باز میکنن و هر روز مرده یک تاجیکستان رو از خارج میورن. به خاطر چی؟ به خاطر دزدایی که در داخل تاجیکستان هستند. قدرت را در داخل تاجیکستان در دست دزدا، فسادکارا و خیانتکارا و جنایتکارا دادید. اینجا نیست مطلبی دیگه است. ببینید این مطلب بسیار معلوماتی هم هست و برای تمامی برادران بسیار مهم است، کسانی که در روسیه زندگی میکنند. قانون دیگری که سخت میکند احوال شما را، از یک طرف میبرن شما را استفاده میکنن، قتل میکنن، میکشن، پولتون رو میگیرن، دارویت رو میگیرن، از طرف دیگر به نسبت شما چیکار میکنن؟
قاعده های قبول میکنند که زندگی شما را سخت‌تر کنند. بیا این رو گوش کنیم با هم بخونیم. اگر نوار داشته باشد من نوارش رو میبینم، اگر نوار نداشته نوار ندارد با هم میخونیم. خب وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که خارج و ورود تکراری از سرحد بود و باش را قانونی نمیکند. یعنی وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که اگر شما میخواهید که مرز بگذارید یا به اصطلاح روسیه گرانیتسا برید بر بگردید بیایید، این دیگر شما را قانونی نمیگرداند در داخل روسیه. این به معنای است که شما غیر قانونی در داخل روسیه میری میایید. قبلا این کار اجازه بود و این حال دیگر شما نمیتونید چیکار کنید؟ برید مرز بگذارید بیایید از نو اسناد بکنید. دیگر این امکان ندارد. این سختی‌هایی که برای شما میارن. بیاید دوامش رو میخونیم. شهروندان خارجی گمان میکنند که طریق خارج شدن از روسیه و سپس برگشتن به کشور میتوانند مقام مهاجرت خود را نو سازند و مهلت بود و باش را دراز کنند. این عقیده خطا است. این نکته را خبرگزار تاس با استناد بر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه نوشته است. از این نهاد گفتند که مهلت نهایی بود و باش در روسیه برای شهروندان کشور بدون روادی 90 روز است. در یک سال میباشد. شخصانی که این معیار رعایت نمیکنند باید بر روی خط شخصان تحت نظارت وزارت کارهای داخلی یا روی خط سیاه روسیه شامل شود. همچنان ذکر شده است که مهاجران از زمانی شامل گردیدن بر روی خط و جایگیر کردن معلوماتشان در سامانه وزارت کارهای داخلی روسیه آگاه شده شماریده می شود. روی خط شخصان تحت نظارت در روسیه از 5 فوریه سال 2025 جاری شد. با آن همه شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی که برای حضور در قلمرو کشور اساسهای قانونی ندارند شامل کرده می شود. مهاجران در روی خط قرار داشته با یک قطار محدودیت‌ها از جمله استفاده کارت‌های بانکی و اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات، بستن عقیده عهد نکاح و جدا شدن از همسر، محدودیت‌های تحصیل فرزندانشان را در مکتب و کودکان را دوچار می‌شود. یعنی به همه همین مشکلات شما دوچار میشید. گفتن ضرور است که طی 2 سال اخیر مقامات روسیه هزارها شهروند تاجیکستان را از این کشور اخراج کرد، روی خط سیاه مهاجران را ترتیب دادن و با قانونگذاری سمت مهاجرت دهها تغییر و الهه‌ها وارد کرده که بود و باش مهاجران را سخت میکنند. یعنی بودن شما را در روسیه بسیار سخت میکنند. گذراندن ریدها در روسیه در یک سال اخیر خیلی زیاد شده است. مقامات این کشور با شیوه‌های گوناگون به مهاجران فشار میارند. از ریدها در کوچه تا تفتیش جایهای استقامتی و کارخانه‌ها. این ریدها عادتا در قالب عملیات‌های بازداشتنی مهاجران غیر قانونی و در اکثر حالت تحقیرآمیز گذرانیده می شود. دوستان گرامی ببینید این یک طرف مشکل است. یک طرف مشکل این مقامات است، ملیسای روسیه. دیگر طرف مشکل میدونید چی است؟ دیگر طرف مشکل این است. حالا من برای شما بیارم میرم. خب کجا شد من اون چی را پیدا کنم؟ خب بخشش دوستان، من اگر او را پیدا کنم، اینجا مطلب دیگری نشر شد. این مشکل اساسی یک طرف این مهاجران مهنتی هستند که با پلیس دارن. مشکل دیگر چی است که مردم، یعنی پلیس جاری نمیکنند. مشکل دیگر مردم روسیه هستند. این حال یک تشکیلات، یک سازمان، یک جریان روسی تشکیل شده است، روسکه ابشینه. اونها این حال چیکار میکنند؟ نگاه کن. در روسیه برای نماز خواندن در جایهای جمعیتی علاقه نسبت شما چیکار میکنند؟ پرونده باز میکنند یا با شما مشکل ایجاد میکنند. اینا بیاید تماشا کنید. روسیه گفتند رفتاری راننده اتوبوس را میسنجند که اول ماه اکتبر مسافران را در داخل اتوبوس مانده خودش به نماز پرداخته است. حادثه در کشور خبره‌ای روسیه رخ داده است و شرکت اتوبوس‌های شهری گفته است راننده مهاجر کاری است. حالا معلوم نیست بر راننده چیکار کردند، تنبیه گرفته است و یا چیزی دیگر. اما این یگانه حالتی نیست که ساکنان روسیه از عبادت مهاجران در کوچه‌ها شکایت می‌کنند. هفته‌های اخیر نوارهای زیادی در صحیفه‌های ملیت‌گراهای روس در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که مهاجران کاری را هنگام ادای نماز
اینجا و آنجا نشان میدهند. کاربران هم این رفتار مهاجران را انتقاد میکنند و آن را تبلیغ دین در مکانهای جمعیتی میدانند که به قول آنها در روسیه ممنوع است. یک مهاجر تاجیک در مسکو گفت واقعا شاهد میشود که مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در کوچه و پس کوچه ها و توقفگاه‌ها جای نماز میاندازند و نماز میخوانند. اصلا تاکسی‌ها وقتی اصلا همین وقت پیشین یا عصر خونده میشه دیگه داد نمیشه دو وقت یا عصر یا شام یا پیشین هم کم میشه. همین اصلا عصر شام مثل وقت که زمین هم کم شد هم مقصد دیگه باید وقت نمیبود. مثلا ایلی مسکو تا او پیش مسجد میری که سال یک 3-4 ساعت وقت میگذره. همونجا میپرده ماشینش من میکنم میخوندم یا پیش دومه یا در پیش بسرکت یا در پیش رقصت 2 minut 2 دقیقه میگذره میره. با گفته این مهاجر پلیس با نمازگذاری در جایهای جمعیتی کمتر دخالت میکند و اکثرا مردم تجاری است که اعتراض و شکایت دارند. والنتینا چوپک حامی شما دیدید در اینجا مسئله تنها این است که یعنی یک پلیس شما را مشکل ایجاد کند. پلیس از یک طریق روابط شما را سخت‌تر میکند، بودوباشت شما را سخت میکند، مشکلات زیادتر احیا میکند و از طرف دیگر امروز میلادگرای روس پیدا شدند که آنها نیز با این مردم چیکار میکنند؟ مشکلات ایجاد میکنند. هر روز وضعیت شما و بودوباشت شما در روسیه تنگتر و تنگتر میشود. از هر طرف، از یک طرف خود این مردم، از طرف دیگر پلیس و حکومت، از طرف دیگر حکومت تاجیکستان. همه اساسش یک چیز است. ما جنایتکارا رو در سر قدرت گذاشتیم. دزدها را در سر قدرت گذاشتیم. فسادکار را در سر قدرت گذاشتیم. بدبین‌ها نسبت مردم تاجیک رو در سر قدرت گذاشتیم. مهاجران که قبلا در روسیه زندگی میکرد گفت قانونگذاری عبادت را در مکانهای عمومی منع نکرده، دقیقاً اجازت نیز نداده است. با گفته او اگر مقامات روسیه بخواهند برای این عمل جزا پیدا میکنند. При извращенном نه به نظر صدا از رادیو آزادی ضعیف است. اینجا در روسیه ابتدای ماه اکتبر گفت که خواندن نماز در مکانهای جمعیتی بر روحیه زمانه سازگار نیست. تنش اجتماعی از اینجا سر میزند. این مسئله مربوط به فرهنگ، زبان و همگرایی است. وقتی کسی در مترو جای نماز میاندازد و نماز میخواند این نامقبول است. ادهم حیدرزاده دانشمند علوم اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مسئله نمازخوانی مهاجران در روسیه شورای علمای تاجیکستان باید فتوا صادر کند. رادیو آزادی برای دریافت نظر شورای علما در رابطه با این موضوع مراجعه کرد. در صورت دسترس شدن پاسخ شورای علما آن را نشر خواهد کرد. روحانی تاجیک گفت اسلام هم عبادت در راه را جایز نمی‌شمارد. پیامبر در 7 جا نماز خواندن را نهی کردند، از جمله در راه. در راه علما گفتند که در شرح حدیث به سبب آن است که انسانی که در راه نماز می‌خواند با گذشتن همون انسان‌های راهگذر خوشش پریشان می‌شود و خشوعش دور می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی زیر این گونه ویدیوها خودی کاربران تاجیک هم مهاجران را سرزنش می‌کنند که در کشور با فرهنگ بیگانه این کارو می‌کنند و عاقبتش را نمی‌اندیشند. دیگران زیر برف و باران روی راه و کوچه نماز گذاشتن را خودنمایی و یا افراد می‌شمارند و سبب آن را کمسوادی مهاجران مینامند. مهاجری تاجیک دلیل که در مسکو تاکسیرانی می‌کند گفت مهاجران نباید با رفتار خود با آتش مهاجرستیزی در روسیه دامن بزنند. این وطن ایمان است در جای نماز خواندن در خوراکی بسیار دایش که خبر ندید. اگه هم نماز خواندن هست که که جور معین کنه همین دیدی که همینو هم فکر سیام بکن گونست داره. اون دامو راه هم به نماز خونیم دامو راه هم بینا رو هم بینا مثلا همین اونو میکنه که ایو. والنتینا چوپک حامی حقوق میگوید دخالت و مانع شدن به نمازگذاری مهاجران در روسیه تمایلی نو نیست، بلکه به گفته وی از سالها پیش مشاهده می شود و وابسته به سطح مهاجر بدبینی کم و زیاد می گردد. به قول خانم چوپک مهاجران به نمازگذاری در مکانهای عمومی یا در کوچه برای خود درد سر میخرند، کاری که نباید کنند. خب دوستان گرامی این مطلبی بود که من برای شما پیشکش کردم از رادیوی آزادی و همطور که شما دیدید متاسفانه در روسیه علاقه نه تنها حکومت بلکه مردم نیست علیه نمازگذاری در جایهای جمعیتی چیکار میکنند، بسیار فشار میارن. حتی چون
ما میدونیم در تاجیکستان نیز در جای جمعیتی و در بیرون ها نماز خواندن منع کرده شده است و این بتواند یک نمونه ابرز باشد که روسیه نیز از تاجیکستان بیاموزد، چون ما میدونیم که اولا دولت های ابوالقدرت کوشش میکنن که در دولت های زیر دستشون یک برنامه را جاری کنن و اون مردم قانع بگردونن، بعد بیان داخل در کشور خود منع است. ما یادمون نرفت که یک دختر تاجیک رو در روسیه وقتی که حجاب داشت یک زنی روز وقتی دستگیر کرد بود در کشور خود چرا نمیپوشی، چرا میاد در روسیه این کارا میکنه؟ یعنی یک دختر محجبه تاجیک همه حرف زد، این حرف سنگین‌تر از هر چیز دیگه ای است. چرا؟ چون در وطن خود این ممنوع است، نمیپوشیش و میاد در کشور ما میپوشی و این حقیقت هم داره، چون تاجیکستان از جانب کی اداره کرده میشود؟ از جانب همین روسیه. پس ما باید تاجیکستان را چیکار کنیم؟ مستقل بگردونیم. اول جنایتکارا را کنار بزنیم، کسانی که صادقن، کسانی که این ملت رو دوست می‌دارن، این دین رو دوست می‌دارن، این فرهنگ رو دوست می‌دارن و سر قدرت بیاریم و سپس ما میتونیم چیکار کنیم؟ اون استقلال کامل رو به دست بیاریم. در غیر صورت منفعت مردم به نظر گرفته نمی‌شود، منفعت ارباب به نظر گرفته می‌شود. یعنی رحمانوف ارباب دارد، اربابش هر حرفی بزند اون حرف رو چیکار میکند؟ اندیشه میکند و اون کار عمل میکند. حرف مردم اصلا پروایی ندارد، براش منطق و ارزشی ندارد. چرا؟ چون فرمان از اوجی میگیرد. برای همین میگذاریم به موضوع آخری برنامه و بعدا انشالله که کوشش تلاش میکنیم که بیشتر برنامه رو طولانی نکنیم، چون 1 ساعت میشود و ما کوشش میکنیم که موضوع آخره کوتاه‌تر صحبت کنیم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، همونطور که شما میدونید از جانب امریکا پرزیدنت های آسیای مرکزی و از جمله پرزیدنت ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و دیگر کشور، یعنی کشورهایی که پنجگانه هستند، دعوت کرده شدند باید به دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بروند و در اونجا در این دیدار حالا در موضوع حقوق بشر، در موضوع اقتصاد، در موضوع فرهنگ و در این موضوع ها باید با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کنند. ما در گذشته یاد داریم که هر 5 پرزیدنت به آمریکا سفر کرده بودند و در دیدار با جو بایدن پرزیدنت قبلی ایالات متحده آمریکا نیز صحبت داشتند و بعدا برگشتن اومدن به آلمان و در آلمان نیز به با سروزیر آلمان ملاقات کردن و ایتالیا رفتن، با سروزیر ایتالیا ملاقات کردن و این پنجگانه چندین سفرهای خارجی داشتن و امسال نیز همین گونه سفر در نظر گرفته شده است و باید که این پرزیدنت ها سفر کنند. بیاید پیش از اون که همین سفرها را ما معلوماتش را بخونیم. یکی از سازمان های حقوق بشر به نام هومن رایتس واچ یا که دیدبان حقوق بشر یک واکنش نشان داده است پیش از این سفر. بیا این رو با هم میخوانیم و بعدا فکر نظر خود رو در اینجا بیان می‌داریم و کوشش میکنیم برنامه را کوتاه‌تر بکنیم. خب همونطور که شما در روی اکران خود میبینید در اینجا نوشته شده است که دیدبان حقوق بشر یا اینکه به زبان انگلیسی هومن رایتس واچ از شرکت داران نشست پرزیدنت آسیای مرکزی و آمریکا دعوت کردند که در برابر همراهی اقتصادی و امنیتی و بهبود وضع حقوق بشر در این کشور نیز تمرکز کنند. دعوت این سازمان روز 3 نوامبر 3 روز پیش از برگزاری دیدار پرزیدنت های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در واشنگتن نشر شد. دیدبان حقوق بشر میگوید که جلسه در چارچوب S51 در حال برپا می شود که کشورهای شرکت دار سرکوب مخالفان و مطبوعات و قصدگیری از منتقدان را در داخل و بیرون کشور افزایش دادند. هوی اولیامسون رهبر بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر میگوید که جلسه آسیای مرکزی و آمریکا باید موضوع حقوق انسان را به بخش کلیدی این نشست تبدیل دهد، چون سرکوب در سراسر عام در حال افزودن است. اولیانس یادآور شده است که گزارش دپارتمنت دولت آمریکا در بخش حقوق انسان 2025 از بدتر شدن وضع حقوق آدمان در کشورهای آسیای مرکزی برطرف با بدرفتاری با زندانی‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و حبس و فشار کارمندان مطبوعات و جامعه شهروندی اظهار نگرانی می‌کند.
در این اظهارات درباره تاجیکستان گفته شده است که صدها سازمان اجتماعی بسته شد، دهها بلاگر و روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی زندان شدند، چند سازمان سیاسی از جمله حنید و گروه بسیار بسته و ممنوع است. مقامات اعتراض آسایش‌تر را در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2021 و 2022 بی‌رحمانه سرکوب نمودند. با نوشته دیدبان حقوق بشر دوام سال 2025 5 اعتراض زندانی در محبس جا داده شده است. یعنی علاوه بر اینه که این سازمان این چیز را نشر کرده است، فکر و نظری چند کشور دیگر رو نیز گرفته است، چند زندانی را گرفته است، در اینجا نشر کرده است که نسبت آنها ظلم صورت گرفته است. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، همونطور که شما میدونید ما از بد شدنی مشکلات جهان در چندین برنامه‌ها صحبت کردیم و همیشه موضوع داشتیم دولت‌های ابوالقدرت متاسفانه بر اساس هدف‌های خود یک عده از چیزها را نادیده می‌گیرند، از جمله مسئله بد شدن حقوق بشر در روسیه مرکزی را امریکا و اتحادیه اروپا و دیگر کشورها بسیار بسیار کمرنگ می‌بینند و کوشش نمی‌کنند که برای بهتر ساختن وضعیت حقوق انسان در تاجیکستان و روسیه مرکزی تلاش بکنند. ما چندین مسئله ها را مثال آوردیم در گذشته که مثال عادی ما در تاجیکستان میدونیم که هر روز و هر ساعت هر ثانیه یک شهروند تاجیکستان بر اساس ظلم و ستمی حکومت ظالم امالی رحمانوف کشته می شود، جنگ برده می شود و فلان و بسمدان کرده می شود و هر روز شکنجه بالاتر می شود، روزنامه‌نگاران پشت پنجره برده می شود و حزب‌های مخالف و منتقد حکومت امالی رحمانوف ممنوع کرده می شوند، بیرون کرده می شود. هر کسی که حرف از آزادی و از حقوق زد او دشمن خلق اعلام کرده می شود و این مسئله ها را ما بیان کردیم که دولت‌های ابوالقدرت این مسئله ها را که ادعاهای دفاع آن را میکنند باید در قدم اول ببینند، این کار را با حکومت‌ها صحبت کنند و کوشش کنند که آزادی ها را به مردم برگردانند. اما ما میبینیم که برعکس حال میشود. ما دیدیم که وقتی که اتحادیه اروپا بانک‌های تاجیکستان را تحریم کرد، در تمام چیزهایی که نوشته شده بود در اونجا آمده شده بود که این سه بانک تحریم کرده می شود بر اساس اون چیزی که چیکار میکند تاجیکستان همین بانک هاش روسیه رو کمک میکنند و بر اساس همین این بانک ها رو متحریم میکنیم. بر اساس اون چیزی نه که همین بانک هایی بودن که در جمع کردن پول و پولشویی نوبی روغون چیکار میکردن. در وقتی گیس روغون رو میساختیم هزارها پولی مردم رو شستن، خوردن، غصب کردن و هر روز دوران مردم رو فریب میکنن. حرف زدن نشده بود و اینکه این بانک ها یکی از نزدیکترین حکومتداران امروزه صاحب اون بانک ها هست و نزدیک به حکومت هستند و حکومتدارای امروزه این بانک ها را صاحبشون هستند، اصلا حرف زده نشده بود که باید نه تنها این بانک ها تحریم کردن بشود، این منصبدارایی که این بانک ها را اداره میکنن و از این بانک ها مال اونها هستند باید اونها تحریم کرده میشد. یعنی این چیزا ندیدیم. این به چی معناست؟ به این معناست که امریکا متاسفانه اتحادیه اروپا به این نظر نیست که باید تحریم کرده شود، ولی به هر حال ما در سازمان جهان برای تاجیکستان یک درخواست و یک نامه نوشتیم و این نامه را رسما به پرزیدنت امریکا روان کردیم و در این نامه با ما شریک شد محمد اقبال صدردین، رئیس سازمان جنبش رئیس اصلاحات خواهان حرکت اصلاحات خواهان تاجیکستان و علاوه بر این شرافالدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان. ما در عموم سه جریان مخالف حکومت تاجیکستان یک نامه مشترک نوشتیم به حکومت امریکا و مخصوصا به پرزیدنت اون کشور تا اینه که از روند حالت تاجیکستان آگاهتر شود و در صحبت با امالی رحمانوف اوضاع کشور را بسیار با تمرکز و قوی صحبت کند و از حقوق مهاجران مهنتی و از حقوق زندانیان، از حقوق کسانی که کشته شدند و از در عموم از حقوق یعنی از بین رفتن آزادی بیان در تاجیکستان صحبت کند. ما در سازمان جوانان برای تاجیکستان وقتی که به این نامه یعنی دست دادیم، هدف اساسی ما اون نبود است که ما
دقیقاً امید داشته باشیم که دقیقاً همین کار از جانب امریکا انجام داده می شود. ولی هدف ما یک چیز است، فقط رسانیدن تمام حالت‌هایی که موجود است، یعنی حقایق را آشکار کردن و رساندن این حقایق به اون کشورها و در صورت نپذیرفتن چنین یک حقایق، یعنی اگر ما ببینیم که مثال عادی میگیریم که ما میبینیم که اتحادیه اروپا، نمیفهمم امریکا، دیگر کشورها همین مسئله ما مخالفان حکومت تاجیکستان رو در نظر نمیگیرد، حالت مردم تاجیکستان رو در نظر نمیگیرد، بد شدن افزای مردم تاجیکستان رو در نظر نمیگیرد و در اون صورت ما به خلاصه میرسیم که باید از راههای دیگر استفاده کرد، از راه زور استفاده کرد. ما دیگر راهی بجز ایواز کردن ساختار تاجیکستان رو به دست نخواهیم داشت، فقط دیگر کوشش تلاش میکنیم که دیگر از هر راهی که برای ما امکان است بریم تاجیکستان رو آزاد کنیم. اگر که برای ما از راه قانونی و مردمی نتوانند چکار کنند، اون ارزش هایی را که مردمی ما انتظارش هست بر بگردانند، آزادی بیان رو به تاجیکستان بر بگردانند. اگر امکانش وجود نداشت، ما از راه زور میریم و حکومت رو سرنگون میکنیم و یک حکومت مردمی رو با میان میاریم که بتواند اون حکومت مدافع مردمش باشد، مدافع کشور باشد، نه اینه که خیانت بر همین ملت کند، خیانت بر کشور بکند، خیانت به ارزش‌های دینی کند، خیانت به ارزش‌های ملی کند. برعکس باشد که مردم رو حمایت کند، ارزش‌های دینی و ملی مردم رو در نظر بگیرد و پایمال آنها را نکند. هر کجایی که اونجا ارزش و ناموسی است در اونجا در بری همون شهروند بماند. مثلا یک عده از چیزهایی که در دین وجود دارد، اون چیزها یعنی اون چیزهایی است که هیچ وقت نمیشه در مقابل اونها قرار گرفت. مثلا روسری زنهای محجبه، منع کردن درس قرآن، منع کردن درس عقیده اسلامی، این از چارچوب ارزش‌های دینی مردم تاجیکستان است و این رو باید به مردم برگردان و مردم باید این چیز رو داشته باشند. یا اینه که یک مرد رو بگوی در حالت نکاحش که این اداره دولتی است و نباید همسری تو که ناموسی تو هست حجاب داشته باشد وارد این اداره بشود. این بدترین حالت است و اگر این ارزش ها به مردم برگردانیده نشود، ما در حالتی یعنی قدمی بعدی رو خواهیم زد و تلاش و کوشش میکنیم از هر راهی که تواناییش رو داریم، چه از راه زور چه از راه دیگره، میریم وطن خودمون رو آباد میکنیم، آزاد میکنیم و از دست این ظالمین باز پس میگیریم تا برای آینده این ملت، آینده این کشور چیکار کنیم؟ دست به کار بشیم. دیگر راهی بجز برای ما نماندن، راهی بجز دفاع از این نماندن و هدف اساسی ما از نوشتن این نامه این بود و ما در این نامه شریک شدیم و خواستیم صدای شما، صدای این ملت رو به گوش جهانیان برسونیم و که امروز امریکا یکی از دولت‌های اول قدرت است و ما میدونیم که امریکا متاسفانه سال‌های اخیر برعکس کار میکند، ولی علاوه بر همه همین ما امید داریم و این نامه رو نوشتیم و انتظارش میشیم و مطمئنیم که حد امکان در روند صحبت‌ها از همین نقطه‌هایی که ما ذکر کردیم صحبت کرده شود و در این جاده گام برداشته شود در روی بهتر ساختن وضعیت کشور. در صورت نشدن اون دیگر ما و شما انشالله امینین برای بهتر ساختن وضعیت کشورمون باید راه چاره‌ای را بیاندیشیم که اون راه چاره میتواند راهی باشد که ملت نجات خودش رو در او پیدا کند و برای این نیاز به یک کمکی خیلی بزرگ مردمی داریم که مردم باید در کنار مخالف باشد، مردم باید در کنار مبارز باشد، مردم باید در کنار مجاهد باشد و این گونه ما میتوانیم ملت را، کشور را، ناموس را چکار کنیم؟ دفاع بکنیم و وطن را آزاد کنیم. و اگر هر روز ما اینجا بشینیم، هر روز ما حرف بزنیم، عمل نکنیم، من خسته میشم، تو خسته میشی، دیگر هموطن ما خسته میشود و دیگر اتفاق در تاجیکستان نمیافتد. بیایید با هم عمل بکنیم. من بارها دعوت میکنم برادران بیایید با هم عمل بکنیم و در عمل ما بتوانیم تاجیکستان رو تغییر بدیم و هر کسی که آماده عمل هست میتواند با من در تماس بیاید. ما آماده‌ایم در راه عملی شدنی دفاع از ارزش‌های دینی و ملی گام برداریم و کوشش تلاش کنیم که بتوانیم کار را در داخل وطن انجام بدیم که به نفع همه ما و شما باشد تا اصلاحات به میان بیاد.
دیگر برنامه رو طولانی نمیکنیم برادران و هموطنان عزیز. شما میتونید این نامه رو بدروید از سامانه رادیوی آزادی و اینچنین از سامانه‌هایی که ما در اون نشر کردیم بخونید نامه رو. امیدوارم که بتونیم با یکدیگر با کمک یکدیگر بتونیم پیشرفت کنیم و تاجیکستان رو از دست ظالمون، از دست خائنان، از دست دزدان و فسادکاران نجات بدهیم و او را بر بگردانیم به دست کسانی که خادم این ملتن، به دست کسانی که آینده این ملت رو میتونن یعنی به طرف ببرن که این ملت به طرف عزت و شرف میرود. برای ما عزت و شرف مهمترین نقطه خواهد بود که ما برای او چکار میکنیم، مبارزه میبریم. سازمان جوانان برای تاجیکستان هیچ وقت از هیچ کسی کمک مالی طلب نمی کند و طلب نکرده است و نخواهد کرد و ما هدفمون آبادی، آزادی و دفاع کردن و بهتر ساختن وضع حقوق انسان، وضع دین، وضع فرهنگ در تاجیکستان است و برای همین باید در کنار ما باشد و با هم مبارزه را پیش ببریم و کوشش تلاش کنیم که آینده تاجیکستان رو بسازیم. کسی که پیوست شدن میخواین صحبت کنن، اگر صحبت کنین یک ویدیو تون هم خیلی کنین، میکروفونتون رو گیرون کنن اگر بخواین صحبت کنین. خب میکروفونتون رو گیرون نکردین یعنی به این معنی که شما نمیخواین صحبت کنین، درست؟ باقی شما رو به خدا میسپارم برادرو. تنصیحات و سلامت باشید تا برنامه بعدی. پروردگار همه شما رو در حفظ امانش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار. احزابی وجود داشته باشد که همه در اون چارچوبه یک جایه باشند، اما انسان‌هایی هستند که امروز از خواب بیدار میشن با دیگه تفکر و میخواهند این را افاده کنن، با مردم صحبت کنن. نمیتونن. همه انسان‌ها یعنی غروری افکاری آنها و طرز افکار آنها این چیز را اجازه نمیدهد که کسی آنها را در اخلاق آنها، در گفتار آنها، در حرکت آنها کنترل داشته باشد. اما سوالی که بسیار مهم است، شخصاً ربط به شخصیت شما دارد. از اینه که من صحبت داشتم با اشخاصی که با شما مشکلات داشتن، اونها با این نظرن که عبیدالله سعیدی منشأ همه این جنگ ها، افکار ها، یعنی این کانفلیکت های هستند و خود همیشه خود را حق میبینند و هیچ وقت آماده نیستند که بگن که نه من در این چیز حق نیستم. اگر که بخشش هم پرسن باز هم همون راه خود دوام میدهم و باز هم با همون افکار خود، یعنی من تنها در اینجا حق هستم، راهی من تنها درست است. تا چی درجه اگر که اینجا در یک حقیقت کامل شما صحبت کنید، تا چی درجه همین اخلاق رو شما دارید؟ ببینید من در قدم اول گفتم که وقتی که من همون اشتباه صورت گرفت، من در شورا تا حال صدای من در دست بچه‌ها است، من آشکار بیان کردم که برادرای عزیز و گرامی همه شما رو دوست می‌دارم، این اشتباه بود، یک خطا بود، من قصداً این کارو نکردم، از خطا این صادر شد و من از تمام شما عذر میپرسم. صدای من هست در دست اونا، میتونن این چیزا نشر بکنن که من بخشش میپرسم از همه شما و من به اختیار خودم خارج میشم. من این چیزا گفتم، من رد نکردم که من بخشش پرسیدم، نه، و من خارج شدم از تمام جا رفتم. اینا دوباره مرا گرفتن، فریاد کردن، آوردن بس اون شورا و دوباره گفتن که بیا از نو صحبت میکنیم و من گفتم که برادر اگر که بخواید صحبت کنید باید توهینات اول بخشش پرسیده شود. من مردانگی کردم، از همه شما عذر پرسیدم، رفتم، شما رو هم توهین کردید، از من عذر بپرسید. چرا طرف دیگر عذر نمیپرسد؟ عذر پرسی مگر یک طرفه میشه؟ باید پذیرش از طرف دیگر باشد یا نباشد؟ برای همین وقتی که من میگم که من عذر پرسیدم، من آمادم بازم در همون جهتی که من اشتباه دارم عذر بپرسم. من کارم اساسی برآوردن من چی بوده؟ یک نقطه، به شورا دروغ گفتن. خب من بارها گفتم که من به سریت بعضی از اعضای شورا باور نداشتم. من دلایل‌های اثبات کننده داشتم که میتوانستم، من نمیگم اونها بوز بدن، من اونها سریت نداشتن. سریت از بوز بدن فرق میکنه. یعنی حرف میگوی از سبب بیسوادی یا از سبب کم عقلی میتونه او را در یک جای دیگه بیان کند. این تجربه در روند زندگی 10 ساله ما وجود داشت. من گفتم که من نمیتوانم چیزی که سیر است در شورا بگم. به همین خاطر من در انسان‌های الهیده میتونستم این حرفا رو بزنم. من 10 بار گفتم که اگر شما اثبات میخواهید درمی،
من با شاهدی دیگر رو اثبات میکنم که در اعضای شورا در کدامش من دستیریتش باور ندارم. جلسه برگزار کردیم من اومدم و این کارو نکردن، کار نشد و من حتی گفتم که بیاید برادر اگر کی میخواهید تکستی همون نوشته ای برآوردن مرا بنویسید، بیاید مضمونی همون را در من پیشنهاد بکنید. حتی من اومدم خودم بنویسم، فقط شما بگید که شما خارج. من تیم سید گروه 24 سالها کار کردم، من خودم آماده اون را بنویسم برای نشرش. این برای من فقط مضمونی آن معین باشد، ولی اینو بدون پرسش من این کارو کردم. مضمونی رو برای من شما چرا پس من مثلا در این بکنیش نشان ندیم؟ به خاطر که ما با هم 10 سال کار کردیم، باید اونا حتما مضمونی چیزی را که تصمیم میگرفتن این کارا بکنن. شما فکر نمیکنید که در بسیاری از کارهایی که شما انجام میدهید، در مثلا یک انسان تحقیر کرد، یک انسان دشنام کرد، شما میده بازی زیاد میکنید در این ساحه. اون فلانی من تحقیر کرد، تمام من او را دیگه نمیبخشم، فلانی من حقارت کرد، تمام دیگه. یعنی همین نظرات در زمانی وقت از شما مثلا کم شد، زیاد شد. یعنی من که پیش از این که صحبت را آغاز کردم میگفتم اون جایی که شما صداقت داشتین آنها سیاست کردن. یعنی چرا که شما همین سیاست را پیش نگرفتید یا اینکه نمیگیرید، یا اینکه همین مشکلاتی داخلی یا اینکه دشنام باشد، حقارت باشد، مثال یک رئیس جمهور یا اینکه یک نفری رهبر، اونها انسان ها در اینجا و در آنجا در بودنشان در نبودنشان یک تحقیر میکنن. اینها یگان یعنی که اعمال فیزیکی ندارن این دشنام ها. ببینید ما در حرکت سیاسی گروه 24 یک چارچوب بسیار دقیق داریم. هر کجای حرفی را گفتید در اونجا همونجا بخشش میپرسیم. ما همین گونه با داشتیم همین گونه با دادو جان عطاولویف رفتار کردیم. دادو جان عطاولویف در زیلو ما را حقارت کرد، تا زمانی در همونجا نرفت بخشش نپرسید ما نبخشیده میشه. همین طریق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اون اساس ها در داخل حرکت سیاسی گروه 24 دخالت کرد که ما قطعنامه ارتباط نوشتیم، اون چی را نشر کردیم، گفتیم که ما دیگه قطعی ارتباطی سیاسی میکنیم تا زمانی که در همون سامانه هایی که شما با ما اتهام زدید در همونجا بخشش نپرسید یا اینکه حدی میکن به گردن نگیرید که شما نبودید، ما برقرار نمیکنیم ارتباط مونه. پس من از مالکی مال همین حرکت بودم، نه سالها در همین حرکت کار کردیم. پس من از همون چارچوب استفاده کردم. هر کجایی که حرف زدی من همچون مرد بخشش پرسیدم، تو هم بخشش بپرس. این زوری ندارد، اون قدش بلندتر اون پستر از من چی فرق میکنن؟ ما همه در شورا با یک آواز حق داریم. آواز کسی بلند پایان کی نیست. برای اساسی همین من بر پرینسیپ های گروه 24 کار کردم، از پرینسیپ های اونها دور نرفتم. که همینجا شما در اولی برنامه گفتین که اشخاصی تصادفی در سیاست اومدن، شما خود رو از اشخاصی تصادفی نمیدونین؟ من 100% انسانی تصادفیم در سیاست. در این شکی نیست که من تصادفاً به سیاست اومدم. من در روسیه وقتی که کرامت شریپوف گازیت ها تقسیم میکرد، من فقط گاه از گازیت های او، از روزنامه های او در بازارها تقسیم میکردم. وقتی مرحله قوت پیدا شد من فقط به خاطر صدای اون مرد به میدان اومدم. ولی این باعث اون نمیکرده که من مثلا در راه سیاست به سیاست ضربه بزنم. نه، من در طول 10 سال مبارزه فقط تلاش کردم که اخلاق خود رو بهتر بسازم، تفکر خود رو بهتر بسازم، خودم رو نوسازی کنم و هر روز خودم رو مطابق روز نگه بدارم. و در روند زندگی نشان دادم که من میتوانم این کارو بکنم. مثلا صحبت‌های 10 ساله پیشی من رو با امروز مقایسه کنید، کارهای 10 ساله من پیشینه من رو با امروز مقایسه بکنید. در توانی یعنی در طول 10 سال من این تصادفی رو چکار کردم و واقعیت و اون چیزی که من میتوانم یک سیاستمدار، یک الیت سیاسی بشم، میتوانم این کارو بکنم. و این اساس من نشان دادم گاه وقت انسان‌های تصادفی را میتونن فایدهشون از ضررشون بیشتر برسد. من فکر میکنم مفاد من در راه سیاست و صحبتایی که در راه سیاست بالاتر از هر چیزی است. هزارها مادری که امروز اذیت میکشن برای من تشکر میکنند برای تمام دفاعی که من کردم. شما نوارها و تمام نشریهایی که من نشر کردم، چیزی که نوشتم، این همش فایده‌ای است برای این ملت. بودن وقت‌هایی که شما کم رنگ شدین در سیاست، احساس میشد که بنده با شما صحبت داشتم گفتم که تمام سیاست دیگه از خفای زندگی کاروبار، اما حالتهای اومدن پیدا شدن که باز هم دوباره چی چیز رو گم کردید که دوباره باز هم قوی تر در این راه اومدید، یا اینکه قوی تر هستید، یا این هم چند سوال هست از شما. یعنی برای شما سیاست یک بازی زمانه هست یا اینکه واقعا
احساس با خلاصه اخلاص در این راه آمدید؟ ببینید من باری اول وقت در سیاست شامل شدم 2014 ما میدانی بودیم، نه ما صحبت‌های زیاد نمی‌کردیم، ما فقط در میدان، من در زیلو خیلی کم صحبت می‌کردم. من فقط یک انسانی میدانی بودم و میرفتم در میدان در تظاهرات‌ها اشتراک می‌کردم، در مسجد پرسپیک که ما تظاهرات می‌کردیم در شهر مرشتکا و من هر هفته اونجا بودم، نزد سفارت‌ها می‌رفتیم اونجا بودیم. وقتی که به اروپا اومدیم این تظاهرات عملی به مبارزه عملی به مبارزه انتقادی پیوست، یعنی به سخن، اون چیزی که در توانی من نبود. یعنی بچه‌ها در زیلو در یوتیوب در هر جا می‌رفتن برنامه‌ها می‌کردن و من توانایی این چیز رو نداشتم. برای این کار را کردم باید من با تفکر خود با علم خود کار می‌کردم. در این اساس بر اساس این من تقریبا 1 سال و چند ماه وقفه گرفتم و رفتم دنبال آموزش تا اینی که قوی‌تر بر بگردم. هر انسانی که می‌بیند که ضعیف است در راه مبارزه و توانایی برابری رو و همون کامپیتن میگن یعنی بازی این بریدن ندارد، باید برود خود رو بسازد دومین بار بر بگردد و من این کار را یک بار دو مرتبه کردم در راه مبارزه. بار اول این سال 2015 در آخرش بود رفتم 2016 اومدم و بعدا سال 2000 بازم هفته یک چند ماه دیگه ایستادم، بازم رفتم یک چند ماه دیگه وقفه گرفتم و دوباره سال 2018 بازم مبارزه رو آغاز کردیم. در سال 2018 بدون وقفه تا امروز مبارزه میبرم. یعنی در عموم شما با همون خلاصه کامل آمدید که سیاست راهی زندگی شماست. یعنی هستن اشخاصی که حتی من امروز سیاسی هستم، فردا در فیسبوک می نویسن که من از سیاست بیرون شدم. آیا همین از سیاست بیرون شدن در سیاست داخل شدن همین هم یک قسمی از سیاست از نگاه شما، یا اینکه احساسات بگیم که جای خود میگیرن و احساسات انسان هایی که در سیاست هستن با احساسات خود اول با اون کودک درونی که دارن با اون صحبت نکردن و آماده نبودن که در این کار سهم داشته باشن و دوباره از این راه میرون. همین شکلی آمدن و رفتن از سیاست از نگاه شما تا چی درجه در مابین مخالفین ما کم شده است یا زیاد شده است؟ اصلا اگر ما نظر کنیم، ما وقتی وارد اروپا شدیم سیاستمدارای این کشور رو میبینیم، بیشتر اینها تا زمانی به قدرت رسیدن سیاست رو همچون یک هابی، همچون یک سرخوشی استفاده میکنن، کارهای خود فعالیت خود رو میکنن و وقتی که خالی دارن میان با سیاست چیکار میکنن؟ سر کار میگیرن. اینها سیاست رو جدی نمیگیرن تا زمانی که به قدرت نرسن، چون سرمایه نیست، مال نیست، اینا مجبورن در دیگر جا کار بکنن و وقتی وارد سیاست تو درآمد نداشته باشه همچون هابی استفاده میکنن. ولی ما مسلمان ها به این فکری نظر دیگری دارم. من وقتی وارد سیاست شدم با تمامی کل، من نه آماده رئیس بودم نه آماده مثلا، من فقط آماده بودم که برای راهبر جان بدهم و مبارزه ببرم. من میخواستم یک مبارزی باشم که جان فدایی کنم به خاطر این راه. من آماده تمام کار بودم. ولی این حال که دیگه این باعث کش که ما راهمون طولانی‌تر شود و ما نتوانیم در رشد انقلاب کنیم و این حال سیاست بخش از زندگی ماست، بخش از اون چیزی است که ما برای خدمت به مردم اومدیم، نه از وقتی سرخوشی ما. چون ما اگر ببینیم از وقتی کار خود، از وقت رزق روزی فرزند خود ما میدوزیم به سیاست برای خدمت مردم میسپاریم. این خودش از گذشتن است، یعنی از گذشتن تمام وجودیت خود. من امروز میتونم که به این وقتی که در سیاست گذروندم، این وقتا در راه تجارت، در راه تربیه فرزند خود، در راه دیگر رو بگذارم، میتونه چقدر مفاد برای من بیارد. ولی من این رو بخشی از خدمت برای ملت، برای مردم، برای خدا میدانم و بر اساس همین در این رو من جدیت خودم رو در همین میبینم.